وقتی که نویسنده یا عالم یک ورق خالی را میگیرد و به آن می نویسد و صحیفه که پر شد و قفای صحیفه هم که پر شد، بعد این را میگیرد به یک جا میماند و صحیفه دویم ورق دویم را پر میکند که پر شد بر بالایش ضم میکند. جمع و ضم در نتیجه آن را میدوزند. بنابراین حریری در مقدمه اش میگوید که کاتبین و ما خطت انامیلهم، اونها کاتب بودند و انگشتاشون ننوشته است و حتی چیزهای نوشته را در آن چیزی که در ورقا نوشته است آن را خوانده هم نمیتوانند، ولیکن نام آنها کاتب است. منظور چی است؟ آنها میدوختند. ورقا وقتی که بالای همدیگر جمع می شود، وقتی که زیاد شد، بعد آن را میگیرند، دوزنده ها میدوزند، آن را میدوزند. انا همین کاتب میگویند، یعنی جمع کننده ورقها. آنها کاتب بودند اگرچه انگشتاشون ننوشته است و آنها کتاب خواندن نمیتوانستند، لیکن لقبهاشون کاتب بود. از کدام معنا؟ به معنای جمع و ضم.